سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: دیدار مولوی نورالدین عزیزی با رئیس هیئت مدیره اتاق پیشاوران و دکانداران و رؤسای اصناف شهر کابل. رشد پی در پی اقتصاد افغانستان بر اساس گزارش بانک جهانی. و یک پدر و پسر عوامل اصلی رویداد تیراندازی در یک مراسم مذهبی در استرالیا. امروز دوشنبه 24 ماه قوس سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت به هدف بررسی وضعیت بازار و کنترل نرخ‌های مواد اولیه در بازارهای کشور با رئیس هیئت مدیره اتاق پیشاوران و دکانداران و رؤسای اصناف شهر کابل دیدار کرد. آقای عزیزی در این دیدار با اشاره به مشکلات و چالش‌های موجود گفت بدون تحمل سختی‌ها و مشکلات دستیابی به خودکفایی اقتصادی ممکن نیست. وزیر صنعت و تجارت افزود که در بخش واردات کالاها به ویژه مواد اولیه هیچ گونه مانع جدی وجود ندارد و روزانه صدها کانتینر انواع مختلف کالاهای مورد نیاز وارد کشور می شود. از سوی دیگر رؤسای اصناف شهر کابل تعهد کرده که در زمینه کنترل قیمت مواد اولیه همکاری و هماهنگی همه‌جانبه داشته و از افزایش خودسرانه قیمت‌ها جلوگیری می‌کنند. بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، اقتصاد افغانستان برای دومین سال پی هم در مسیر رشد قرار گرفته است. در این گزارش آمده که تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2025 به اندازه 4.3% افزایش می‌یابد، در حالی که این رقم در سال 2024 حدود 2.5% بوده است. به گفته بانک جهانی، تورم پایین 2% و بازگشت بیش از 2 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان که باعث افزایش فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های خدمات و صنعت شده است، از عوامل مهم این رشد اقتصادی به شمار می‌رود. این بانک افزوده که در بخش زراعت نیز با وجود خشکسالی شدید افغانستان توانسته است بیشترین حاصلات گندم آبی را ثبت کند که نشان دهنده پایداری این بخش مهم اقتصادی است. بر بنیاد گزارش، بخش‌های معادن و ساخت و ساز نیز بر رشد اقتصادی افغانستان کمک کرده است. وزارت شهرسازی و مسکن میگوید که 30 خانه مسکونی برای خانواده‌های نیازمند مهاجر در شهرک مهاجرین ولایت بامیان به هزینه $126,000 ساخته شده است. این وزارت افزوده که هزینه ساخت هر خانه در این پروژه $4,200 است و دارای 2 اتاق نشیمن، 1 دهلیز، 1 آشپزخانه، 1 حمام و 1 تشناب می باشد. و در اخیر روزنامه تلگراف به نقل از پلیس استرالیا گزارش داده که 2 عامل اصلی تیراندازی مرگبار بر جشن یهودیان در ساحل بودنای در سیدنی 1 پدر و پسر بودند. بر اساس اعلامیه مقامات امنیتی، عاملان نوید اکرم 24 ساله و پدر ساجد اکرم 50 ساله شناسایی شدند که ساجد اکرم در جریان درگیری با پلیس کشته شده، اما پسرش با زخم‌های شدید به شفاخانه منتقل شده است. بر اساس گزارش در این تیراندازی دست کم 15 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر به شمول 2 افسر پلیس و 3 کودک زخمی شدند. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.